ببینم قبول کرد. امروز زنگ زد. اونم نیاز داره یکم از اینجا دور بشه. حتما لروکس اینو فهمیده. بیچاره. یعنی شما قراره با هم برین پاریس؟ آره؟ به محض اینکه کارهای پرورشگاه تموم بشه فرار میکنیم. 2 روز با دمیر تو پاریس. قراره اونجا کلی ماجراجویی کنیم. شهر زیبا، آهنگای رومانتیک، غذای خوشمزه. میبرمش جایی که تا الان نرفته. اینقدر بهش خوش میگذره که دیگه نتونه از هم جدا بشه. به نظر 2 روز فرار کردن و خیلی بزرگش نمی کنی؟ ببین چی میگم. حالا که قلب لروکس شکسته، تو خونم تنهاست و دمیرم نیست، به نظرم از این فرصت استفاده کن. ببینیم وقتی من از پاریس برگشتم کدوممون مخصتیم، تو یا من؟ این بازی نیست؟ باشه پس همونجا منتظر بشین تا لروکس بیاد سمتت. دمیر سلام. سلام ابراهیم، چطوری؟ من خوبم، اما انگار امروز زیاد حالش خوب نبوده. خواستم یه سری بهش بزنم. هنوز نیومده خونه. میخوای زنگ بزن گوشیش؟ گوشیش خاموشه. دخترم به خاطر همین نگران شدم. فهمیدم. شما خوبی؟ لروکس نیست، تو هم ناراحت به نظر میرسی. چی شده دمیر؟ بینتون مشکلی هست؟ آره؟ دوتامون؟ آره دوتاتون. چیزی به عنوان دوتامون نیست ابی. اون نمیدونم لروکس کجاست، اما اگه بخوای وقتی دیدمش میگم که اومدی. نیازی نیست، من به چند جا دیگه سر میزنم. پیداش کردم به تو هم خبر میدم. نگران نباش. نگران نیستم، کلید داره، هر وقت بخواد برمیگرده. باشه پس میبینمت. میبینمت. اینجا ببینم. بودو چی کار میکنی؟ دلت برام تنگ شده بود؟ آره دلت تنگ شده بود؟ چی کار میکنی؟ عزیز دلم خیلی باشه حسودی نکن، بیا تو رو هم نوازش کنم. بیا ببینم. حسودی کردی؟ آره حسودی کردی؟ بیا اینجا ببینم. لروکس خانوم سلام. یه مدت پیداتون نبود. دیگه امروز فرصت کردم یه سر بیام. من میرم پیش قفسا. باشه. هی بیا اینجا ببینم. تو کجا بودی و چی کار میکردی؟ بیا اینجا تو، بیا اینجا ببینم. بودو بزن قدش. آی خدای من. لروکس زنگ زد اونجا. یانتا خوش اومدی. ممنونم. ببینم نکنه لروکس امروز نیومده بوده؟ نه اومد. چرا نیاد آخه؟ چه میدونم، شاید یه شب رمانتیک گذرونده، شاید خواسته یکم استراحت کنه، چه میدونم از این حرفا دیگه. چه ربطی داره؟ بگذاریم. نیومده اینجا؟ نه نیومده. بگین ببینم چیزی شده؟ چیزی هست؟ چیزه. امروز روز کاری خیلی سختی داشتیم. یکم عصبی شد از شرکت زد. ای وای نگین. خیلی خوب، شما برین بشینین، من یه قهوه درست میکنم یا ماتون حرف میزنم. نه الان نشینیم لطفا. نمیشه که، یعنی ما به خانواده‌اش قول دادیم مراقب دخترشون باشیم. باید بدونیم مشکل دخترمون چیه مگه نه؟ زود باشین برین دیگه. برین بشینین. کاش ما میدونستیم مشکلش چیه.
از اونجایی که اومدی اینجا پس دلت بد جوری گرفته. مروه و آیدا همه رو نگران کردن. آره خیلی نگرانتن، منم همینطور. خوبی؟ اینو ببین. تو چقدر خوشگلی. خب بگین ببینم سر کار چی شد؟ لروکس برای چی عصبانی شد؟ یه خورده سر کار حسابش به هم ریخت. میبینی اون رئیس بیشورشون عصبیش کرده. کدوم رئیسش؟ چه رئیسی؟ چه ربطی به رئیسش داره؟ چیزه ما این اواخر خیلی کار داریم، حتما از خستگی زیاد اعصابش خورد شده، به خاطر همون گریه هم کرد. دختره رو گریه انداخته. دمیر اینا رو بشنوه اون رئیسه رو تیکه تیکه میکنه. به خدا منم داشتم به همین فکر میکردم. ابراهیم پیام داده. لروکس رو پیدا کردم. خوبه نگران نباشه. لروکس رو پیدا کرده، میگه نگران نباشه. وای خدا رو شکر. کجاست؟ پشمان بریم. باشه الان میگم بیان خونه من. باشه بریم. خیلی خب بیاین اینجا با هم ببینیمش دیگه، نگران نشین. چیزه ما بعداً به شما خبر میدیم. مروه جون ما دیگه بریم عزیزم. خیلی ممنونم، خسته نباشین، میبینیمتون. خدا نگهدار. مروه تو برو، من الان میام. راستی دیشب زحمت کشیدین، میز غذا آماده کرده بودین، همه چی خیلی عالی شده بود، دستتون درد نکنه. شما هم اونو دیدین؟ اولین شام رمانتیک من و ابراهیم بود، واقعا ازتون ممنونم. خدا نگهدار. اگه اینا غذا رو خورده باشن، یعنی اون جفتی که عاشق هم شدن اینان، لروکس و دمیر، اصلا نیومدن. وای اینا منو میکشن لیلا. اینا منو میکشن. قصه نخور، قصه نخور. آروم باش، آروم باش. همش تقصیر منه، همش من مقصرم. یه سوء تفاهم میشه دنیا رو به هم میریزه، عصبی میشه، سرد رفتار میکنه. الان تو از اون عصبی تری. چون صبح یه جور رفتار میکنه، شب یه جور دیگه. تو رویاها مثل پیتر پن و وندیم، اما تو واقعیت دکتر جیکل و خانم هایت. میدونی من از چی عصبانیم؟ تو چشای من نگاه میکنه و بهم دروغ میگه. میگه بین من و آلارا هیچی نیست، اما هست. با گوشای خودم میشنوم، با چشای خودم میبینم، اما یه جوری متقاعدت میکنه که هیچی نیست. باورم نمیشه. من اینجوری حس میکنم که احمقم. نصف شب پا میشه میاد دم در هتل. چرا میاد؟ برنامه تعطیلات میریزه، لاکچری بازی در میاره. آقامون نیاز داره یکم از اینجا دور باشه. خب منم نیاز دارم. تو از اینکه با آلارا داره میره ناراحت شدی یا از اینکه با تو نمیره؟ ای با تو هم یکم بیخیال شدی که. این همه ازش پرسیدم، میتونست رو کراس به هم بگه که رابطه دارن. چرا انکار کرد؟ چرا نمیگه؟ من نمیفهمم. اگه قبول کنه خیالت راحت میشه؟ البته که آره، دست دوست دخترشو بگیره دور از من، هر کاری دلش میخواد بکنه. اما اینطوری من نه سر کار نه تو خونه نمیتونم آسایش داشته باشم. آخه چرا نمیره؟ اما مردا اینطوری فکر نمیکنن، دنبال راههای پیچیده نمیگردن. اگه یه مرد نمیره به خاطر اینه که دلش میخواد بمونه. آره حتما جون خودش دوست دختر داره، اون وقت با من همخونه است. قطعا همینطوره. هر زنی که باهاش حرف میزنیم دوست دخترمون نمیشه. ببینم شما با زنایی که دوست دخترتون نیستن میرین بالای برج ایفل؟ اونجا باهاشون شام رمانتیک هم میخورین؟ تو مرکز شهر باهاشون قهوه میخورین؟ رو پل عاشقا قفل میبندین و کلیدشو بندازین تو رودخونه؟ آره از این کارا میکنین؟ قراره این کارا رو بکنن؟ خب اگه قرار نیست این کارا رو بکنن پس چرا میرن پاریس؟ چرا لروکس اینطوری میکنه؟ تو حتما میدونی. آخه تو دانشگاه با هم بودیم. اصلا چشتو گرد نکن و منو اونطوری نگاه نکن. پدرمو در آورده. ببین من با این خونه امتحان شدم، بچگیم اینجا گذشته، یعنی حداقل یه بخشش.
بعدش با خانواده خانم امتحان شدم. موضوع ودا تو که اصلا نگو، اون تنها دوست منه. اون باید خارج از تمام این ماجرا باشه. حالا هر طوری که هست، به هر حال وداد ازش خوشش اومده. حالا مروه باشه یا لروکس، چه فرقی میکنه؟ تازه همه چی رو فهمیده، به منم نگفته. مگه تو داداش من نیستی؟ یعنی من اشتباه میکنم؟ چجوری میتونی یه همچین چیزی رو به من نگی؟ یعنی حالا ما دوتا چطوری میتونیم روبروی هم بشینیم و تو چشای هم دیگه نگاه کنیم؟ در ضمن من امروز کلا حاضر بودم که دلخوری وداتو به کل فراموش کنم. یه لحظه همه چی رو فراموش کردم. یعنی یکم زیاده روی کردم. نظرت چیه؟ چون لروکس به من دروغ گفت و من نمیدونم چطور باید با این دروغ زندگی کنم. در ضمن الان دارم با یه ماهی حرف میزنم. ببین ما رو به چه روزی انداختی لروکس. وقتی دنبال تو میگشتم اول رفتم خونه، دمیر اونجا بود. از فرصت استفاده نکرده بود، دوست دخترش رو دعوت نکرده بود. تنها بود و ناراحت. من ناراحتم. اون چرا باید ناراحت باشه؟ راستش من که رفتم داشت به بزی غذا نمیخواد به بز من غذا بده. رسما خونه منو غصب کرده. وقتی با اون آلارا بره پاریس من همه وسایلش رو میذارم تو انباری. وقتی برگرده میفهمه کی به کیه. یه لحظه، تو میخوای دمیر از خونه بره یا میخوای دمیر نره پاریس؟ یه زندگی آروم میخوام که نخوام با این چیزا سر و کله بزنم. اگه دمیر انقدر ناراحتت کرده میخوای برم بزنمه؟ یادآوری میکنم تو اولین برخوردتون هیچ به نفع اون اون موقع آماده نبودم، الان میتونم حقشو بذارم کف دستش. یه آیدوکت و یه ضربه اژدها تمومه. آره جون خودت. من دارم جدی میگم لروکس. چرت نگو بابا. ایبو چه کتکی. چی شد؟ دلت نیومد؟ ایبو من به خاطر تو دلم نمیاد. آره مشخصه. زود باش با سگا خدافظی کن، میخوام تو رو برسونم خونه آیدو. آره خوبه، چون واقعا نمیخوام برم خونه. میومدی توی ابراهیم؟ نه شما حرفای خصوصی دارین، من میرم بعدن زنگ میزنم. ایبو ممنون که رسوندیم. خواهش میکنم. میبینم تو. میبینمت. گرسنه ای؟ نه چیزی نمیخوام، اما چای میخورم. باشه شما بشینین من الان میارم. خب بگو ببینم چی شد که دمیر خان اینقدر ناراحتت کرد؟ دارن میرن پاریس؟ آره قرار 2 روزم بمونن. آدمی که تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی میذاره، کسی که میگه اگه بفهمن با کارمندم توی خونم بد میشه، داره با مشتریش میره پاریس. یعنی میگی نرن؟ نه عزیزم برن. من که نمیگم نرن. اون قسمتش اصلا به من مربوط نیست. کدوم قسمتش به تو مربوطه؟ آلارا انگار زن دیگه ای تو دنیا نبود که رفته اونو پیدا کرده. به هم بگین ببینم اون دختر مگه چی داره؟ تازه به خاطر اون به هم دروغ میگه. تو چشام نگاه میکنه و میگه چیزی بینمون نیست. تو ازش پرسیدی؟ البته که پرسیدم، چند بارم پرسیدم. آلارا بلیتو گذاشته بود رو میزش. آقا هم میگه نیاز دارم حال و هوام عوض بشه. رسما با هم رابطه دارن. لروکس جون عزیزم یکم بزرگش نمی کنی؟ یعنی خب دارن با هم میرن دیگه، مشکلش چیه؟ لروکس دخترا من خیلی گیج شدم. دمیر جون تو اینجایی؟ خیر باشه فیروزه خانم، چی شده؟ چیزه خب ما اومده بودیم لروکس رو ببینیم. شنیدیم امروز تو شرکت اتفاقات خیلی بدی افتاده. شنیدیم روحیه دختر خیلی خرابه.
کلی گریه کرده فداش بشم. بوده اومده به شما گفته؟ نه دوستاش اومدن به ما گفتن. البته اومدن گفتن. خدا میدونه چی فهمیدن. میگن رئیسش خیلی ناراحتش کرده. واقعا؟ رئیسش چی بهش گفته که خیلی ناراحتش کرده؟ نمیدونیم که، اما برای اینکه یه دختر جوونو به این حال بندازی باید خیلی آدم ظالم باشی. شاید لروکس مقصره. ها؟ شاید رئیسش حق داشته. اصلا به این فکر کردین؟ شاید رئیسش دلایل خیلی قانع کننده‌ای برای عصبانی شدن داره. مثلا شاید به سوالاتش جواب نداده و شاید توی موردی که خیلی براش مهم بوده بهش دروغ گفته. امکان نداره؟ ببینم تو هم خیلی عصبانی شدی. نه پسرم چتون شده؟ شما که خیلی با هم خوب کنار می اومدین. اگه بینتون مشکلی هست خب سعی کنین حلش کنین. باشه؟ آره داریم. ببینیم دیدین مشکلمون اینه. باشه حالا اون مشکل حل میشه. مهم اینه که دلی نشکنه پسرم. باشه ما برای اون یه کاری میکنیم. لطفا نکنید. خواهش میکنم نکنید. همین الانش هم به خاطر شماست که این شکلیه. دخالت نکنید. نقش عمه بودنتونم تموم شد. خواهش میکنم. وای انگار تو خیلی عصبانی شدی. ما بریم تا تو هم یکم استراحت کنی. زود باش لیلا، زود باش. بریم تو راحت باش پسرم. آره خودمون بشین. میریم. روز بخیر. روز شما بخیر. دوبله شده در استودیو جی. فیروزه اینا بدجوری دعواشون شده. نمیدونم راه برگشتی هست یا نه. هنوز موضوع خیلی تازه است. بذار یکم بگذره ببینیم چی کار میشه کرد. لروکس خوبه، نگران نباش. معلوم بود، یعنی مشخص بود اون روز تو تراس میخواستی به ما چیزی بگی، اما وقتی آلارا اومد دیگه فرصت نشد. یعنی چی؟ یعنی تو الان نسبت به دمیرخان یه چیزایی حس میکنی؟ ای بابا دخترا، چرا سری به اون ربطش میدین؟ یه لحظه لطفا. ماجرای تو الان فرق میکنه. شما اصلا نمیتونین از همدیگه جدا بشین. تو خونه با همین، تو شرکت با همین. خب یعنی جایی فراری نداری. یعنی چی؟ با دشمن توی یه مکان محصور موندی، برای همین بهش حس پیدا کردی. این سندروم استکهلمه. درسته. واقعا؟ خب آدم تحت تاثیر قرار میگیره. فکرشو بکن، تو خونت یه مرده. اصلا چه میدونم، مثلا صبح واقعا میبینی چطوری از خواب بیدار میشه؟ حالا بگو ببینم چجوری بیدار میشه. معمولی، یعنی مثل همه چیز خاصی نداره. باشه، فکرشو بکن. موقع بیرون اومدن از دوش باهاش روبرو بشی. آی اما دمیرخان واقعا خیلی خوش فرمه. یعنی رو هیکلش کار کرده، معلومه ورزشکاره. یعنی هر جورم که باشه آدم یه نیم نگاهی بهش میندازه. یعنی خب منم نگاه میکردم بالاخره این همه تلاش میکنن که بهشون نگاه. آخه برای چی نگاه کنم؟ ندیدم، نگاه نمی کنم، اصلا ندیدم، هیچی ندیدم. تو ده شما در وجود نداره لروکس. ای بابا تو یادت رفته در رو قفل کنی؟ من مقصر شدم؟ در ضمن به هر حال یه چیزی به اسم حوله باشه یا نباشه آدم تحت تاثیر قرار میگیره. چرا باید تحت تاثیر قرار بگیرم؟ دخترا دیگه دارین چرت و پرت میگین. اون رئیس شماست. واقعا زشته. دقیقا همه اینا تو رو گیج کردن دیگه. اصلا ولش کن، هر جا میخواد بره بذار بره. وقتی دمیرخان بره تو هم به اون روزای قبلت برمیگردی.
قبلا چقدر با هم دیگه خوب بودیم. همیشه اینطوری شب کنار هم بودیم. خیلی خوش میگذروندیم. حالا اینقدر مشکلاتمون زیاد شده که رسما خندیدن و یادمون رفته. میدونی بروک هم امروز همینو گفت. اون بروکو کجا دیدی دیگه؟ سر نهار حرف زدیم همینطوری از قدیما. با بروک رفتین نهار؟ آره. چیه مگه؟ نمیتونیم بریم؟ خب ما دوستیم. آره خب همینطوری. در ضمن تو و بروک همیشه با هم تفاهم داشتیم. یعنی فرکانس بینتون با هم دیگه جور در میومد. صمیمی‌تر بودیم. نکنین اینطوری. ما همه با هم صمیمی هستیم دیگه. بابا تو همیشه یه شیفتگی خاصی به بروک داشتی. خب اینو قبول کن دیگه. به شما هم اصلا نمیشه چیزی گفت. تو هم به خاطر یه چند تا اشتباه رسما پسره رو از دور خارج کردی. قبول از دستش عصبانی شدی. اما بروک پسر خوبیه. در ضمن ببین مروه چی دیده. چی دیدی؟ دمی رو دیدی با آلارا بود؟ ای بابا چه آلارایی؟ امروز فرخ و بروک داشتن تو تراس با هم حرف میزدن. حدس بزن در مورد کی حرف میزدن؟ از تو. از من؟ خب چی میگفتن؟ ببین بروک چون جدی از تو خوشش میاد. مطمئنم. وای چند سال از این حرفا دست بر نداشتیم. واقعا متوجه نشدی؟ بروک این روزا خیلی به توجه میکنه و باهات مهربون شده. نمیبینی؟ نمیبینم. وای دخترو، برای اینکه از دست شما فرار کنم میرم دستشویی. برگشتم این موضوع تموم شده باشه. کاش این دختری یکم چشمشو باز کنه. به نظرم با بروک خیلی به هم میاد. نه واقعا به هم نمیاد. تا وقتی با دمیر توی خونه باشه خیلی سخته. کجایی لروکس؟ برمیگردی خونه؟ هنوز نخوابیدم. منتظر تو هم. وقتی اومدی حرف بزنیم. نگرانت شدم. بهتری؟ ممنونم. خیلی 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 ممنونم لروکس. نکته با شیر بادوم درست کردم. میتونی با خیال راحت بخوری. وایسا من کیفتو بهت بدم. دخترا کاش نمی رفتین. بیا بگیر.
آی همش از من حرف زدیم، دفعه بعد از شما حرف میزنیم. خب مروه، ازدواج عشقو از بین میبره؟ راستش ما ازدواج کردیم که عشقمون از بین نره. بهترین سوالو از آیدو و ابراهیم بپرسی. باشه، ایبو رو که دیدم میپرسم. لروکس ببین، به هیچ وجه همچین سوالی ازش نمیپرسی. رابطه ما خیلی تازه است. خب پس لروکس جان دیگه نوبت توه. ای ول کنین بابا. خب دیگه شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. فردا میبینمتون. وقتی رسیدین به هم پیام بدین. باشه. دمی برای چیچی آکواریوم خریدی. ممنونم. اونجا یه خونه درست میکردیم، تراسدار. همین الانش هم یه خونه تراسدار داریم. چند دقیقه پیش داشتی از خونه های درختی حرف میزدی. اما اونجا واسه بچه هاست. حالا که قراره ما دوتا اینجا زندگی کنیم. دمیر، چیزی که میخوام بهت بگم ساده نیست. برای همین باید یکم فکرمو جمع جور کنم. لروکس خواهش میکنم بایسا. دمیر من بهت دروغ گفتم. من ودوتو از قبل میشناختم. فکر کنم تمومه. میتونم برای شب بخیر گفتن بیام پیشت؟ میتونی بیای. شوخی میکنی؟ اومدم. دخترها رفتن؟ رفتن. همه حالشون خوب بود؟ آره. خوبه؟
پس شب بخیر. کجا میری؟ نخواستم روزمو بدون دیدن تو تمام کنم. حالا دیدم تو دارم میرم. چی؟ همین الان؟ چیز کنیم یه چایی دم کنم. این همه راه اومدی حداقل یه چایی چیزی به یه شرط میام. اگه با هم فیلم ترسناک نگاه کنی. باشه. اما من زیاد فیلم ترسناک نگاه نمی کنم. میشه یه فیلم دیگه نگاه کنی؟ شاید بتونی با من نگاه کنی. میتونی با من به ترسات غلبه کنی. باشه پس تو فیلمو انتخاب کن، منم برم چایی دم کنم. باش. کجا بوده؟ پیش آیدا بوده. به هم ریخته. آره به هم ریخته. این همه تلاش میکنی و میسازیش، اما با یه اشتباه تمام کارهای درست رو خراب میکنی. اگه پایه هاش محکم باشه به این آسونی ها نمیریزه. پس معلومه که پایه هاش محکم نبوده. شب بخیر. دوبله شده در استودیو جی. اوف دمیر، اوف. باشه پس همونجا منتظر بشین تا لروکس بیاد سمتت. دوتامون؟ آره دوتاتون. چیزی به عنوان دوتامون نیست ابی. چیزی شده؟ چیزی هست؟ چیزه امروز روز کاری خیلی سختی داشتیم، یکم عصبی شد از شرکت زد ای بیرون. وای نگین. خیلی خوب، شما برین بشینین، من یه قهوه درست میکنم یا ماتون حرف میزنم. تو رویاها مثل پیتر پن و وندیم.
اما تو واقعیت دکتر جیکل و خانم هایت. چون لروکس به من دروغ گفت و من نمیدونم چطور باید با این دروغ زندگی کنم. در ضمن الان دارم با یه ماهی حرف میزنم. به هم بگین ببینم اون دختر مگه چی داره؟ تازه به خاطر اون به هم دروغ میگه. تو چشام نگاه میکنه و میگه چیزی بینمون نیست. تو ازش پرسیدی؟ البته که پرسیدم، چند بارم پرسیدم.